غزال نایت چرا خواسته رجارایش را در صفحات مجازی توهین کند؟ رجارایش کجاست و رابطه جنجالی رجارایش با لیلا خان؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال نایت هنرمند معروف، محبوب و ناماشنای افغانستان که سالهای زیاده می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت کرده است و آهنگهای بیشماری برای علاقمندانش تقدیم کرده است. غزال نایت بیشتر اوقات آهنگهای عاشقانه می سراید، ولی آهنگها در هر نوع سبک هنری هم دارد. غزال نایت در ابتدای کارهای هنری خود به طور پنهان آهنگ می سرود. وی از جمله شاگردان موفق و با استعداد استاد نظیر خارا می باشد. غزال در کابل بانک کار می کرد و در همان زمان با رجارایش که آن وقت رجارایش آهنگ نمی سرود ازدواج کرده بود. بعد از آن که غزال نایت با خانواده‌اش به کانادا رفت، از رجارایش جدا شد و پسر خود را هم با خود کانادا برد. اکنون که از جدایی غزال نایت و رجارایش بیشتر از 10 سال میگذرد، غزال نایت دوباره خواسته رجارایش را در صفحات مجازی به هر گونه‌ای که توانسته توهین کند، چون که این روزها شهرت هنری رجارایش در میان مردم افغانستان و پاکستان به شکل خوب آوازه شده است. چون که رجارایش خواسته چندین آهنگ دوگانه با لیلا خان هنرمند پاکستانی اجرا کند و آهنگهایش هم در میان مردم افغانستان و پاکستان گل کرده است. این کار غزال نایت از طرف علاقمندان و طرفدارانش مورد نقد شدید قرار گرفته است و رجارایش تاکنون خاموشی کامل را در مقابل این رفتار غزال نایت از خود نشان داده است. ولی به هر صورت ما آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.